امبای نیانگ اولین خرید پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی. اخبار نقل و انتقالات رو از کانال فوتبالی شو دنبال کنید. امبای نیانگ مهاجم مشهور فرانسوی که در تیم ملی سنگال هم بازی کرده، بار دیگر به پرسپولیس لینک شده. در صورت انتقال این بازیکن به پرسپولیس، یکی از مشهورترین بازیکنان خارجی تاریخ لیگ برتر ایران هم لقب خواهد گرفت. فرهاد مجیدی رسما به عنوان سرمربی تیم البتاء امارات انتخاب شد. به گفته مهدی تاج، میزبانی مسابقات آسیایی به ایران برگرد. خبرگزاری ایسنا ادعا کرده که تراکتور با پیشنهاد 40 میلیارد به اضافه معاوضه یک بازیکن با خیبر خرم‌آباد به دنبال هایجک مهران احمدی از استقلال پرسپولیس 5 روز دیگر فرصت ویرایش لیست آسیایی دارن که بعد از اون هر بازیکنی بگیرن تو آسیا ثبت نمیشه. جعفر سلمانی مدافع چپ فصل گذشته استقلال با عقد قراردادی به خیبر خرم‌آباد پیوست. محمود قائد رحمتی و نادر محمدی هم به ذوب‌آهن پیوستند. دیدار دوستانه بین دو تیم استقلال و خیبر با نتیجه 2-0 به سود خیبر به پایان رسید. کریم باقری هم در سوپر جام هدایت پرسپولیس را در دست خواهد داشت. اندونگ هافبک گابونی استقلال پس از آخرین بازی نیم فصل مقابل سپاهان به تعطیلات رفت و در بازی تدارکاتی امروز آبی‌ها هم غایب بود. اون امروز به تهران برمیگرده تا فردا در تمرین استقلال حضور داشته باشه.